امروز میزبان یکی از بازیگران کشورمون هستیم، یکی از ورزشکاران کشورمون هستیم که هر دو این هیته رو درش فعالیت دارن و صحبت و گپ و گفتی که میخوایم باهاشون داشته باشیم یک ارتباط خیلی خیلی عجیب غریب و محکم با امام رؤوف امام رضا جان داره. سلام آقای ماهانی. عرض ادب و احترام. شهادت آقامون رو خدمت هموطنان عزیزم تحصیل عرض میکنم. ببخشید من وقتی خوب در همچین مکانی هستم که منقلبم اگر چشمام بیفته بله مشخصه یاری نمیکنه. ببخشید من روبروی صحن آزادی که قرار میگیرم تمام مدارم همیشه از همین در آوردم و جالبه که استادیوم که از پل همین روا و سردر ورودیه. خواستم از حرفای منو پذیرا باشید که اگر حالا انرژی بد نه با این حالت خودم رو پیدا میکنم. خیلی عذرخواهی میکنم دوستان با انرژی باشه ولی خب ناخواسته است. انرژی بهتر از این آقا ناخواسته و قلبی نمیتونم کنترل کنم. در شب شهادت امام رضا همه ما همین حال رو داریم. خدمت شما تسلیت عرض میکنم شب شهادت آقا جانمون امام رضا رو و همه ما همین حس و حال رو داریم. همه اونایی هم که نشستن دارن تماشا میکنن برنامه ما رو الان حتما منقلبن و حس و حال شما اونها رو بیشتر هم منقلب میکنه. آقای ماهانی خیلی خوش اومدین. ممنون از شما، تشکر. بزرگوارید. مرسی از شما و تیم محترمتون که من دعوت کردین، انتخاب کردین. سلامت باشید. ما انتخاب نکردیم آقا، انتخاب آقا امام رضاست. به برکت معنویش بیشتر از همگی دست پیدا کنید. آمین. سلامت باشید. آقای ماهانی شما چندین سال پیش بازیگری رو شروع کردین. چی شد که به سمت ورزش رفتید؟ از اساس چی شد که ماجراتون گره خورد به کارهای ورزشی و بعدش هم قهرمانی و اتفاقات دیگه؟ ورزش که خب ما از دوران حالا جوانی 18 سالگی ورزش انجام میدادم ولی خب ورزش حرفه‌ای و نگاه حرفه‌ای رو خدمت شما بانوی عزیز بخوام عرض کنم و بینندگان محترم بعد از عمل قلب بازی بود که من انجام دادم. یعنی بعد از اون به این مسیر ترغیب شدم برای اینکه ایمانم رو قوی تر کنم، توی مسیر پا بذارم. ایمانتون رو قوی تر بله ایمانم رو قوی تر کنم. ارتباطش به ورزش چی بود؟ خدمتتون عرض میکنم یک ورزشکار حرفه‌ای رو خیلی قشنگتر از عزیزان دیگه میتونن لمس کنن. خیلی جا ایمان قویشون به استمرار در مسیری که دارن کمک میکنه. ایمان به خودشون، قدرتش و یک نیروی ماورایی که خداوند بزرگه. اگر اولی ایمانش رو به خداوند رو، استمرارش رو، پایبندیش رو نگه دارن و بلند فریاد بزنن، قطع به یقین در مسیر پیروزی قرار میگیرن. شک نکنید کسی که متزلزل نباشه بر روی ایمانی که با خدای خودش عهد بسته، امکان نداره در جهان مادیات و هستی کسی بتونه جلوی شما رو بگیره. از محالاته. شما به عمل قلبتون اشاره کردین. از بعد تولد انگار یک مشکل قلبی داشتین و یک بار هم عمل کرده بودید گویا، درسته؟ من بیماری مادرزادی قلبی داشتم. یک بار 5 سال و نیم بود عمل کردم و یک بارم مجدد تقدیر شد که در 33 سالگی مجدد عمل قلب باز رو دست شما درد نکنه. تجربه دیگه‌ای باش خیلی لطف برای کردید. زندگیم آغاز کنم، چون این عمل قلب باز سرآغاز اتفاقات زیبایی در زندگی من. چرا؟ چی شد؟ دیگه بحثم ایمانی که بود پیدا کردم، توسلی بود که به خونه آقام از قبل داشتم. توسل اینجا پررنگتر شد. اون عمل خیلی عمل سختی بود. عمل قلب باز بالاترین سطح عملیه که یک انسان میتونه در این جهان هستی تجربه کنه و من تا به امروز که 10 سال 9 سال میگذره از عمل قلب به باز من، یک اتفاقی که برای من افتاده بود رو و باید بگم تا به امروز نگه داشتم که خونه آقام از اینجا مخابرشه، از اینجا بتونم با جمله بندی که یاری میکنه من رو تقدیم عزیزان کنم. ولی حلاوت اون اتفاق روزی زندگی من بوده. شاید کلمات من نتونه اون حلاوت رو اینجا به تصویر بکشه. حلاوت کدوم اتفاق؟ اتفاقی خدمتتون میخوام عرض کنم نتونه اون رنگ و بو، اون جنس زیبایی اون اتفاق رو اینجا من به زبون بیارم. چیزی که من فقط میتونم بگم
من موقعی خواست عمل قلب باز بشم، آخرین مرحله که من حاضر شدم، دکتر بیهوشی این دست من رو گرفت و گفت، حالا به شوخی که با من داشتم می‌خواستن روی بدم، گفتم که وصیت کن ممکن برنگردی. گفتم که من بچه حرم امام رضا میم آخرش از زبان من جاری شد، من دیگه هیچی ندیدم و فقط طوافی بود از سیاهی از پنجره فولاد. اولین بار دیدم زری آقا چشم باز شد، اون نوری که بالا بود این درن خون برموش تموم شد. برای من شاید 5 ثانیه 6 ثانیه بود که 6-7 ساعت اون عمل جاری شد. من این بدن این نفس رو هدیه شفاعت آقا به درگاه خداوند دارم. یک مأموریتی من دارم که بتونم پرچمداری آقا با ورزشم همه جو بکنم. ایشون نیاز پرچمدار نداره اصلا. من از برکت معنویشم ارتزاق میکنم. خیلی از دوستان میگن که ممکنه مثلا مصرف دارو مکمل تو رو اذیت کنه، عمرتو کم کنه. میگم فدای پرچم آقا امام رضا، یه مأموریتیه تا اون موقع گزندی به من وارد نمیشه، از محالاته نمیشه. و بعد از اون شاید من مریض بگم تا قبل از این مأموریت من بیمه‌ام. مأموریتتون چیه آقای ماهانی؟ یک مأموریتی که من باید حلاوت پرچم باز کردن آقام امام رضا رو در هر جا میرم لذتشو ببرم و بقیه هم ببینن. کجاها این کار یاد کردی؟ بگیرن که ایمانشون رو بلند فریاد بزنن، از قضاوت نترسن. ایمان داری فریاد بزن. ایمانی که تو خونه است بلند فریاد نمیزنی. شما از قضاوت نترسیدین؟ اصلا بالاترین گناه یک بشر قضاوته. قاضی خداست. اگر قضاوت کردی گناه کردی. قضاوت بقیه چه کاری؟ مثلا من میخوام مسیرم باز داره، همون حرف چند دقیقه قبلم، ایمانم بس کو، اون استمرار کجاست؟ راسخ بودن کجاست؟ فدای تار و پود پرچم آقا امام رضا. اگه کسی بخواد چرندی بخواد در این رابطه بگه، اصلا کی هست که بگه؟ اون کیه که بخواد مثلا نقد کنه امام رضا رو، اصلا اسم امام رضا تو دهنش بگه آقا به من میگن تو با پرچم امام رضا میری مدال میگیری؟ آخه آدم با عقل، آدم با شعور، خارج از کشور داور خارجی پرچم امام رضا میدونن؟ نه، ولی انرژیش همراهه. بله انرژیش میرسه. بیمه ای شما یه جاهایی که اصلا کلا هر پرچم مذهبی و سیاسی ممنوع اعلام میشه شما این پرچمو میبری؟ بله. و حالا تصاویرش هم هست، دوستان اگر پخش بکنن. شما همه جا این پرچم اصلا آستان همراهتون هست. من نمیتونم مسابقه، اصلا انگار یه دست ندارم. امانت دست شماست. اصلا دو دست، حالا دو دست منم اسم امام رضا اینجا من یادگاری زدم. حالا مشکل پخش داره ولی من تمام بدنم پرچم امام رضا از آستان مقدس امام رضا امانت خدمت شما بله. هست، درسته؟ و جالبه که سال اولی که عضو تیم ملی شدم اسم کاروان شد امام رضا. همون پرچم یاری تیم ملی ایران شد. وقتی تیم ملی ایران که همیشه بر سکوی اول برنامه‌ریزی جهان هستش 12 سال مستمر داره اول میشه، پرچم آستان رو باز کرد تیم ملی ایران. یعنی ببینید همین پرچم به یاری الباقی عزیزان اومد. حالا ما وارد قصه شما بیشتر میشیم، راجع به مدال ها و کاپای قهرمانیتون حرف میزنیم. همچنان میزبان آقای ماهانی هستیم و وارد قصهشون شده بودیم و رسیده بودیم به اینجا که شما 7 یا 8 مدال دارید آقای ماهانی، درسته؟ 7 مدال و یک کاپ قهرمانی. این مدال الان کجاست؟ با افتخار و شفاعت آقا به درگاه خود در موزه در معرض نمایشه. به به، تقدیم آستان مقدس آقا امام رضا. افتخار. البته این مدال ها تا قبل از حضور در این مکان معنوی و قطعی از بهشت بر روی زمین یک حلبی بی ارزشه برای من. اینجا میاد رنگ و لعاب میگیره. قبل از اون اصلا به همین معمولی بود. کی به فکرش رسیدید که اصلا این کار انجام بدید، این اهدا رو داشته باشید؟ سوال قشنگی بود. اهدا که اصلا من برای همین تو این مسیر به خاطر آقام اومدم. من میخواستم خادم حرم شم. آرزوم بود. و مدال کشوری گرفتم، اونم رو تقدیم کنم. گفتم مدال ارزشمندیه ولی ما از این مدال زیاد داریم، فقط جهانی. یه نگاه کردم قربون شما یا علی خداحافظ.
و مسیر شروع شد و که به این واسطه خادمیم رو گرفتم. اصلا این انگیزه شد براتون بله. که شما بخواید مدالتون رو تقدیم آستان بکنید، وارد این حرفه بشید، یکی از انگیزه ها بود بله. براتون. قبل از عملم اصلا این اتفاق نبود. بعد از عمل این شفاعت و محبت الهی که شامل حال من شد و مجددی سلامتیم رو به دست آوردم و من میدونم از کجا بهم رسیده. من به شما خیلی تیتروار گفتم نمیشه بعضی چیزها رو به زبون آورد، نه که نخوام، اصلا کلمات یاری نمیکنه. اون چیزایی که میتونستم و اجازه داشتم به زبون بیارم به شما گفتم که چه دیدم و بعد حالا چرا این مسیر دارم میرم. این کلیت ماجراست. حالا شما میفرمایید که یه حلبی ارزش نداره و همه این حرفا، ولی خیلی از ورزشکاران برای رسیدن به همون تلاش میکنن و ماشاءالله به شما که انگیزتون این بود که اصلا اون رو تقدیم به آستان مقدس امام رضا بکنید و شما از چیزی که خیلی ها برای رسیدن بهش تلاش میکنن و خیلی ارزشمنده به لحاظ دنیوی گذشتید و این گذشته باعث شد که این اتصال عجیب غریب شما به امام رضا اتفاق بیفته. البته من بگم من جسارت به ورزشکار محترم نباشه گفته حلبی، برای شخص بنده. بله متوجهم. هر کس در یک مسیری رنگ و لعاب زندگیش فرق داره. بله. در این مسیر برای من رنگ و لعاب چیز دیگه، برای اون عزیز چیز دیگه یه. من کسی رو نخواستم شما به خدا اصل ارزش کنم. رسیدید، به سرچشمه رسیدید. به هر حال ما در توانمون به یاری امام رضا اینه که فعلا این مسیر بریم. اولین بارتونه؟ والله قسم اگر یاری امام رضا نبود اصلا من با این سن و این بنی نمیتوانم روزی 2 پار تا 3 پار تمرین کنم. من خدمتتون عرض کنم اگر قدرت و انرژی که از اینجا میگیرم نباشه نمیشه من قبل از هر مسابقه اینجا کسب ایزه کنم. نمیرم. بعدش سخته، بسیارش سخته و باید تندیس تک بدن که قهرمانا رو بسازن. به شدت و سخت‌ترین ورزش ممکن است. راحتتون کن از رژیم غذایی و الباقی اتفاقات، طریقه زندگی، خورد و خوراک، محافظت از خودت، از لذت‌های دنیایی مثل خوردن، دست کشیدن، خیلی جالبه برای من که میگید این مسیر رو اصلا از اساس به عشق امام رضا اومده. بله. نباشه تموم برای من. یعنی اگر این ارتباط نباشه تمومه. یعنی اون مأموریت تموم شد که زندگی معمولی ورزشی خیلی معمولی خواهم داشت. اولین بار الان در پشت بام حرم مطهر در یک برنامه‌ای دارید صحبت میکنید یا نه اومده بودید؟ آرزوم بود. هیچ برنامه تلویزیونی آرزو من نیست که وجود پیدا کنم. آرزوم بود. لحظه شماری میکردم برای اینکه از خونه آقام تصویرم مخابره شه. برنامه پناه پخش میشد از اینجا. من خب بر رسم عادتی از بچگی پدر و مادرم من توی مسجد قرار دادن شبای ایام آرام‌ریزی همیشه اینجا. امسال مقارن میشد. سال قبل همینطور. زیر پای استدیوشو وا میسم نگاه میکردم و من دعوت نمیشدم. امسال دعوت شدم. گفتن که نمیشه، نمیذارن. من نمیدونم چرا نذاشتن. تهیه‌کننده بهونه میبود. چی نمیدونم. نشد. یک عزیزی اینجا بهم گفتش که شاید آقا میگه قسمتت الان نیست. ازت محافظت بود. الان موقعش نیست. موقعش امشب شد. بله. با عزت و احترام دوستان بزرگان دعوت کنن. البته اینجا خواهش و تمنا کردن برای حضور در برنامه اصلا کم نیست. من خواهش میکنم، من التماس میکنم از تهیه کننده‌ها منو دعوت کنن تو این برنامه. خونه آقام اینجا. امام رضا به فکر تیم برنامه ما انداخت که جناب آقای مهدی ماهانی باید امشب مهمان باشه، بدون اینکه ما اصلا در جریان این اتفاقی که میگید باشیم و خیلی برای ما این اتفاق شیرینه. الان خدا رو شکر شما خادم حرم مطهرم هستید. بله. که یا میایید خدمت میکنید؟ حالا فعلا به خاطر گیریم صورت سریال اجازه ندارم تو. ولی هر چند وقت یک بار بله میایید اینجا 45 خدمت جلسه رو بعد میکنید. چه حسی داره خادمی در حرم؟ و دوست داشتید، من شنیده بودم که میگفتید گیره امضایی هم که دوست دارم که دیگه خادم آقای مروی امضای باید بزنن. آقا مروی به هماهنگی آقای اسماعیل زاده بزرگوار که من هر آنچه در حرم به هماهنگی شده برای ایشون بوده این تموم میشه. میگن که یک شرطی ان شاءالله که اتفاق براتون میفته. آقای ماهانی یه سوال خیلی رو راست، اگر که اون عنایت حضرت رضا به شما نمیشد و اون شفا اتفاق نمیافتاد، کما اینکه خب ما
مریض ها و بیمارهای خیلی زیادی داریم که لزوما این اتفاق شفا براشون نمیفته، ولی شفای واقعی شفای قلبیه، اون ارتباط مستقیمه که با امام رضا برقرار میشه، نه صرفاً جسمی. وگرنه که لطف امام رضا شامل حال همه ماست. میخوام بگم اگر اون روز این اتفاق براتون نمیافتاد، باز هم مدال هاتون رو تقدیم میکردید، باز هم این مسیر رو اینطور با علاقه و پشتکار ادامه میدادید؟ من خدمتتون چیزی عرض کنم، شما بسیار تعریف درستی داشتید. قطعا حالم خوب میشد، میادم به زندگی برمیگشتم. شفاعت اونجا بود که من دین، ایمان و تن سالمم رو به طرز عجیب و قشنگتری دریافت کردم. یعنی انگار یک خونه تکونی شد، قلبش رو 0 کیلومتر، نه قلبی که عمل کرده، چون اکثر عزیزانی که عمل قلب باز میشن نمیتوانن وجه سخت رو دیگه اینجوری انجام بدن. پس اون همون شفای قلبی است. چرا؟ چون قلبم و ایمانم به مغزم فهما میگه تو خوبی و برو این مسیر رو. به به دیگه تیک تاک ساعت حرم رو داریم میشنویم، نمیدونم که صداش میاد یا نه برای مخاطبین. ساعت رأس 9 و تیک تاک جذاب حرم که شب شهادت امام رضا هم هستیم. مجددا تسلیت عرض میکنم خدمت همه بیننده های محترم شبکه نسیم. شما الان شده که در زندگیتون گیر یه رضایتی باشید، معطل یک بله‌ای باشید؟ بله. امضا کنم. امضای همین تمومه. یه زمان میبره، زمان مشغله کاری دوستان در آستان هست. این که ما راضی به رضای خدا و راضی به رضای امام رضا هستیم، این ماجرا باعث میشه که خیلی از رضایت ها برای ما اتفاق بیفته. یعنی چیزی که ما یاد گرفتیم اینه که اگر قلب ما قلبی بشه که به سادگی راضی بشه بر آنچه که بر ما مقدر شده، اون موقع است که امام رضا و خدا اون روی رو به ما نشون میدن از زندگی که دیگه اصلا تعریفی نمیشه کرد ازش. نکته پایانی، حرفی، سخنی؟ بله بفرمایید. من از تمام عزیزانی که به هر ائمه‌ای متوسل هستن خواهشی دارم که ایمانشون رو بلند فریاد بزنن، ترس از قضاوت نداشته باشن، که اگر بر فرض مثال من در فضای مجازی ایمانم رو بلند داد بزنم، چند نفری که حالا به صورت دیگه در این جهان از زندگی میکنن، در یک مسیر دیگه هستن، شما رو قضاوت کنن. شما با نیروی برتر این جهان هستی، خداوند متعال هستی، از چی میترسی؟ مگه اون چند نفر بخوام به تو روزی بدن یا به تو روزی داده اند؟ با خدا خود ببند. در پیرو حرف شما که الان زدید، من قبلا چند دقیقه قبل گفتم کسی که ایمان قلبی داره و راسخ باشه و ایستادگی داشته باشه، قطع به یقین پیروزه. حالا دیر و زود داره. شما برنده اید. اولین برنده بودنت اینه که اجازه پیدا کردی با خدای خودت ارتباط قلبی برقرار کن. چی از این بهتر؟ یه مثال بذارم حرفمو تموم کنم. همه ما عزیزان در طول اذان رو میشنویم، هممون. یکی میشنوه فقط شنیده برد میشه، یکی میشنوه و ارتباط میگیره باش، فکر میکنه، دلخوش بازنگری میکنه، کارهای بد و خوبشو. این همون ایمان است. یکی تو یه خطی، یکی تو یه خطی، و از قضاوت نترس. من بلند فریاد میزنم، هر چی هم میخوام بذارم. سوخت موشک من رفتار ایناست، بیشتر حرکت میکنم، اصلا یاغی‌تر میشم توی مسیر، انگیزه بیشتری پیدا می‌کنم. 100%. خدا انشالله حفتون بکنه، انشالله مثل همیشه امام رضا پشت و پناهتون باشه، همیشه سر این سفره متنعم باشین انشالله. خیلی خوشحال شدیم از صحبت کردن باهاتون. بزرگواری. یک بار دیگه